قراره که کل اتاقمو با تمام جزئیات جز به جز دونه به دونه نشونتون بدم. لباس مهمونی همون پشت مشتا هست. این کشو لباسای باشگاهیه. این قسمت باز یه سری لوازم بهداشتی هستش. سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال جدید ما و یه ویدیو دیگه. قبل از هر چیزی یه موضوعی رو میخوام بگم، اینکه کانال قبلیمون اونایی که دارن میپرسن که چی شده که کانال جدید زدی. بچه ها به یه مشکلی خورده که تا 3 ماه آینده خیلی نمیتونم توش فعالیت بکنم، به خاطر همین فعلا این کانال هست، توش فعالیت داریم. هر موقع که درست بشه دوباره برمیگردیم اونجا، در کنارش اینجا هم داریم دیگه. گفتم فعلا تا درست بشه فعالیت داشته باشیم توی یوتیوب، چون خیلی میپرسیدین که چرا 1-2 ساله که یوتیوب تو دیگه قطع کردی و زیاد فعالیت نمی کنی. منم تصمیم گرفتم مثل قبل قوی و پر انرژی کلی ویدیو واسهتون بذارم. پس فردا هم قراره بریم شمال، اونجا هم کلی ولاگ براتون میگیرم با بچه. حالا ویدیوی امروز روم توره، قراره که کل اتاقمو با تمام جزئیات جز به جز دونه به دونه نشونتون بدم و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. بریم ببینیم. فربادم جزو روم تور منه بچه ها. گل سرسبد اتاق، اون یکی گل سرسبد. کندی چرا نگیره؟ کندی هم اینجا خوابه. خب از کجا شروع کنیم؟ از من اول شروع میکنم که آینمه. این پاتختی رو با اینجا رو باز نگم، چون این خیلی نامرتبه. اینم جوراب و اینا توشه. بعد این تختمه. ولی این کشو رو باز کن آخر ولی حتما. چرا؟ آخر باشه که سورپرایز باشه. اونایی که تا آخر میبینن جورابامو نگاه کنن. نه اون کشو رو میگم. آها اون هم باشه، اونجا رو نشون میدم. خب این قسمت یه مقدار استیچ هست، خودکار هست، دفتر هست، عینک هم اینجاست، اسپیکر. این جاخواب پاستیل و کندیه، پتوهاشونه. بعد میریم کجا؟ بریم اینجا. نمیدونم چرا اینجا دستمال کشیدم اینجوری شد، خیلی بده. برای رنگش کنم. اینجا عروسک های استیچ هم هستش، چمدونه، صندلی، لپتاپ. آهان معلوم نشم. قسمت جذاب اتاقم میز آرایش که این استند عطراست. اینجا گوشواکن و پد و ایناست. اینجا یه سری خرت و پرت هست، لنز و گوشواره و اکسسوری. اینجا لوازم نومه که خریدم و هنوز بازشون نکردم که استفاده کنم. من تو ریمل خب استفادهش دارم میکنم. چی میگم؟ منظورم اینه یه دونه هنوز تموم نشده، اینا رو باز نکردم. اینجا پردا و اینجا چیزایی که آرایش روزانه هم باش میکنم، تینت و ریمل و کانسیلر و اینا. اینجا یه سری ماسک هست، ماسک ورقه‌ای هستش. بعد این بخاریمه که تابستونا برش میدارم. اینجا پنکیک ها و پودر فیکس و پالت های سایم هست به این صورت. اینجا هم کش موامه که خورده به هم ریخته. اینجا هم هیچ چیز خاصی نیست، کشه بازم. دوباره اینجا تو این بالم لبامه، لوسیون، استند براشامه که باید بشورمشون. اینجا هم باز براش داریم. این قسمت خوشبوه. بادی اسپلش و دوباره بالم لب و روغن بچه و اینا. اینجا هم روتین پوستیمه، کرمایی که روزانه میزنم و فیس واش و این چیزا، سرم و اینجا هم عکس های دخترمه، نگاش کنین کوچولویاشه. آی مادر نگاه چجوری خوابیده خدا. این قسمت پایینم یه جاخواب هست واسه پاستیل که یه عروسک داره، پشتش پتو انداختم سوز نره، که البته چیزم باشه داره مرتب طور باشه. با این بازی میکنه، بعضی وقتا اینجا کتنی بشه که بعضی وقتا میخوره. اینجا یه دونه دوباره اسباب بازی داره. این قسمت باز یه سری لوازم بهداشتی هستش، میسلار و
این چیزا، روغن مو، دوباره فیس واش. اینجا بیشتر چیزای مسافرتی، مثلا شامپو بچه کوچولو میبرم مسافرت، فیس واش کوچولو، اینجور چیزا. نفسم گرفت. اینجا تیشرت های خونگیمه، خدا رو شکر مرتب بود. اینجا هم دوباره تیشرت هست، تیشرت های خونگی میذارم سر جاش. اینجا بازم لوازم پوستی هست دیگه، اسپری مو و نمیدونم این خیلی تا پرتای دخترانه. اینجا هم شورتک های خونگیه، به خدا فقط این یه دونه نامرتب بودا، تازه پوشیده بودم. چون خیلی چی میگی تو؟ نه جان قربون چشات بشم فضول خانم. آره اینجا شورتک های خونگیه، موندلادر. اینجا هم شلوارهای خونگیه که خیلی زیاد استفاده نمیشه. عزیزم دستت میمونه. فضول بده خانم. پاسی. بعد اینجا دوتا سالیوان داریم، پدر و پسر. این تو هم باز یه سری لباسایی هستش که بیشتر تابستون ها، مثلا مایو و این چیزا هستش توش که خیلی به دردم نمیخوره. گذاشتم اینجا. اینم سراهیمه که پاسیل میره لیسش میزنه باش بازی میکنه، روشو بستم که برق نگیره. اما این قسمت اینجا ظرف آب و غذای پاستیله. بعد اینجا یه سری کیف داریم، یه سری کیفایی که بیشتر استفاده میکنم هست. این کنسرو هم برای فرفر است. توی ولاگ قبلی بکنم توضیح دادم فرفر کیه. گربه تو حیاتمونه. یه ماشین حساب خوشگل داریم اینجا دیگه. اینجا هم برس و آینه است. این دو ردیف سه ردیف بالاتر هم باز کیف و کفشه. اینجا هم باکس پاستیله، یه پتو هم توشه. اینم یکی از کادوهایی که فرباد بهم داده بود، جعبش خوشگل بود نگه داشتم. اینم که عکس سولی جون تتلو دوستم برام کشیده بود. این قسمت هم کلن این دو ردیف وسایل پاستیل خانومه. اینجا لوازم بهداشتیشه، این قمقمه مسافرتیشه، کنسروا تشویقی و بستنی، پوچ با شونه و برس و اینجور چیزا. این تو هم ناخونگیرش و نمیدونم قلاده و این چیز. اینجا هم یه سری لوسیون و مرطوب کننده و بادی اسپلش کوچیک داریم. این پنکه رو تابستونا میرم آفتاب میگیرم با خودم میبرم، خیلی جوابه. یه مقداری خنک میشه. اینجا هم دوباره یه سری براش داریم. اینجا کرم پودرا و پرایمراست. این قسمت هم بیشتر پوست و موه. اینا لوسیونه، این البته شامپوه. لوسیونه. اینجا سرم موها و ماسک موهامه. اینجا هم یه سری بادی اسپلش و اسپری هست به این صورت. این کموده که لباسای بیرونیم توشه دیگه، هم تابستونی هم زمستونی، سویشرت و کاپشن و هودی و این چیزا. زمستونی ها رو میارم جلو، تابستونی ها میره عقب و برعکس. این زیرم یه سری باز کفش گذاشتم، کفشایی که جا نداشتم براشون. یه مقدار لباس مهمونی هم اون پشت مشتا هست که انقدر خر تو خره نمیتونم نشون بدم. چیری همین حینم که من داشتم ولاگ میگرفتم براتون، پاستیل اینجا خوابید. قربونت بدم مادر خبلوی من چون لوس خانم چقدر گوشته. خورخوری میکنی بلا دورت بچرخم. آدم این قسمتشو میتونم نشونتون بدم. اونجا به هم ریخته. اینجا قابای گوشیمه، مثل خطوبت اینجا هست، شارژر مارژر و اینجور چیزا. این قسمت هم حالا چیز مهمی نیست. این غذا خشک پاستیله. شلوالی اینجا داریم،
گوشگیر داریم و اینجا هم کراپ هست دیگه. جا نداشتم چفوندم اینجا رو با سانسور نشونتون میدم چون خیلی به هم ریخت. البته من با شما ندارم، ولش کن. اینجا هست شوار اتومو، حوله، کیف، جعبه، نمیدونم گوشی و ساعت. این 3 تا کشو چون سراحی یه دونه پریز توی اتاقم هست، این سراحی یه دونه زدم اونجا گذاشتم اینجا برای آبخوری و این چیزا، یه دونه هم زدم به این آوردم اینجا برای شارژرام و اینا. نئونم هم بهش وصله. این کشو لباسای باشگاهیه. اینا شورتک هاییه که چقدر ورزش میکنم. اینا شورتک هاست، شورتک های ورزشی که خیلی هاشون ست نیمتنه داره، ستاش اون بره. اینجا هم نیمتنه های ورزشیه. حیوان میشه اینطوری. اکثرش صورتیه، اگه دقت بکنید یه توناژ صورتی تو همشون هست. و اما قسمت جذاب مخفیگاه اتاقم خوراکی های خوشمزه. اکثر اینا واسه ولنتاینه که هنوز نخوردمشون. خیلی هاشو خوردم، نگاه اینجا مثلا خالی شده، اینجا پر کیندر بود خوردم همه رو. ولی مخفیگاه اتاق اینجاست دیگه. اگه اومدید خونمون اینجا کلی خوشمزه توش. آخرم چون قول دادم یکی از این که جورابام پایینی رو نمیتونم واکنم. اینجا جورابامه که من یه زمانی خوره یه جوراب داشتم. این هم میرفتم یه 4-5 جوراب میخریدم. انواع و اقسام رنگا و سایزا رو دارم. اینجا یه ذره مشخص بود. همین دیگه.